قرآن کریم 14 قرن پیش به مسلمان ها گوشزد کرده بود که فریب یهود را نخورین، دروازه دوستی را بروی یهود باز نکنین، دست دوستی به یهود ندهین، یهود را به آغوش خود جا ندهین، یهود را به سرزمین خود جا ندهین، به یهود اعتماد نکنین، به یهود تکیه نکنین. 14 قرن پیش قرآن صدا زده بود، به مسلمان پیام داده بود، اما مسلمان ها فریب دنیا را خوردن، فریب قدرت را خوردن، فریب لذت ها و شهوات دنیا را خوردن، به یهود دست دوستی دادن. نظام های جهان اسلام، حکومت های جهان اسلام همه دست دوستی به یهود پیش کردن، به سرزمینشان یهود را راه دادن و جا دادن، به آغوش یهود رفتن، به اقتصاد یهود طمع و توقع کردن، به داشته های مادی یهود طمع بردن. متاسفانه امروز در نتیجه این فریب خوردنشان تمام حکومت های جهان اسلام به یک انگشت یهود میچرخد. همه حکومت های اسلامی امروز برده و غلام یهود و نصارا هست. اگر برده و غلام نباشن 40,000 مسلمان مظلوم، طفل و کودک، مرد و زن، پیر و جوان به خاک و خون تپیدن. کجاست حکومت های اسلامی که به خاطر دفاع از اون مسلمان های مظلوم به پا بخیزن؟ حتی در همین شب روز که حالا ماه رمضان آمد، هر روز زن و مرد و طفل و کودک مسلمان با دهن روزه شهید می شود، به شهادت رسانده می شود. متاسفانه مهر سکوت به دهن حکومت دارا و نظام دارای جهان اسلام زده شده، چون اینها بردن، اینها سر بلند نمی توانند. اگر سر بلند بکنن سر زده می شوند. بله، این نتیجه پلیتینتی و کینه‌توزی یهود است. قرآن در باب دشمن شناسی برای ما پیام دارد. دشمن را بشناس، ابزار دشمن را بشناس، مسیر ورود دشمن را بشناس، اهداف و برنامه های دشمن را بشناس. مسلمان دشمن شناس باش، شرایط شناس باش، عصر شناس باش، دوست و دشمن شناس باش، وگرنه زیر پای دشمن له میشوی و دشمن تو را به عنوان برده و غلام خود هر طرف میچرخاند و میکشاند.